خب ما سلام و وقت بخیر. یه لکسوس داریم برای اربیابی NX مدل 2015 که میریم با دستگاه کارمند اربیابیش بکنیم. این قسمت لکسوس رو پیدا میکنیم. یه قسمتی داریم جنرال نیو ورژن، میتونید جستجوی اتوماتیک رو اینجا بزنید. توی قسمت پاور ترین یا بادی سیستم اتوماتیک جستجو بکنید، ولی یه موقع میخواین تک تک موتور یا گیربکس رو این قسمت اینجا میایین ترانسمیشن مود رو میذارید یا موتور رو میخواید اربیابی بکنید، از این قسمت میتونید اربیابی بکنید. حالا من میخوام ECU گیربکس اینو اربیابی بکنم، از این قسمت اربیابی رو انجام میدم و به راحتی وارد میشه و اینجا خواندن خطا رو میزنم، خطایی نداریم. و پارامترها، توی قسمت پارامترها میتونید اینا رو اربیابی بکنید و از طریق پارامتر RPM الان اینجا